نام خدا با فصل ششم از دوره کتابخانه نام‌های در خدمتتون هستم. عنوان این فصل هست اری کپی در قیاس با اری ویو. نام‌های اری کپی vs اری ویو. تفاوتی که بین کپی و ویو یک اری وجود داره چی هست؟ تفاوت اصلی بین یک کپی و یک ویو از یک اری اینه که کپی در واقع یک اری یا یک آرای جدید هست و ویو فقط یک ویوی از اورجینال اری هست. بنابراین کپی اونز دیتا، یعنی دیتای مخصوص به خودش رو در اختیار داره و هر تغییری که در کپی ایجاد بشه هیچ اثری روی اورجینال اری یا اون اری اصلی اعمال نمیکنه و هر تغییری هم که در اون اورجینال اری یا آرای اصلی ایجاد بشه هیچ اثری بر روی اون کپی آرای نداره. اما ویو does not own the data، یعنی دیتای مخصوص به خودش رو نداره و هر تغییری که در ویو ایجاد بشه تأثیر میذاره بر اون آرای اصلی و هر تغییری که در آرای اصلی اعمال بشه تأثیر میذاره بر ویو. دوستانی که با زبانهای برنامه‌نویسی مثل C یا C++ یا جاوا یا C# آشنا هستن سریع الان به ذهنشون یه مفهومی میاد. در زبانهایی مثل C و C++ ما یک مفهومی داریم به نام پوینتر. پوینتر چی هست؟ پوینتر اشاره‌گر هست، یعنی اشاره میکنه. وقتی یک وریبل رو به صورت پوینتر ما تعریف کنیم اشاره میکنه به یک وریبل دیگه ای و تنها چیزی که در خودش ذخیره میکنه آدرس اون وریبل هست. یعنی مثلا فرض کنید من یه وریبل دارم 10 مگابایت داده در داخل اون وریبل ذخیره شده، یه آدرس هم داره که اون آدرسش مثلا ممکنه 4 بایت باشه. یه وریبل دیگه تشکیل میدم، این وریبل پوینتر یا اشاره‌گر هست. این وریبل اشاره‌گر فقط اون 4 بایت آدرس اون وریبل رو ذخیره میکنه و هر وقت خواست که دیتاشو بخونه چون آدرس اون وریبل اصلی رو داره میره اون 10 مگابایت داده رو از رم از اون آدرس میخونه. اما اگر فرض کنید من یه کپی از یه آرایی داشته باشم، یعنی اون 10 مگابایت به علاوه اون 4 مگابایت آدرس در یک جای رم هست، کپی جدید که ایجاد میکنم 10 مگابایت به علاوه 4 مگابایت آدرس جدید در یک جای دیگه رم ایجاد میشه. داستان کپی و ویو هم دقیقاً همین دوتا مفهومیه که خدمتتون عرض کردم. کپی میاد یک آرای جدیدی ایجاد میکنه که در واقع خانه‌های حافظه مستقل خودشو داره و دیتای مستقل مربوط به خودشو داره، ولی ویو به نوعی یک اشاره‌گر هست به یک آرایه. حالا با چند تا مثال این موضوع رو مشخص کنیم. مثال اولمون میگه که یک کپی ایجاد کنید از یک آرایه، بعد اون اورجینال اری رو تغییر بدید و حالا هر دوتا آرایه رو نمایش بدید ببینیم چه اتفاقی افتاده. یک آرایه داریم به این نام و به این دیتا، یک کپی از این آرایه ایجاد میکنیم در x ذخیره میکنیم، اری صفر یعنی اولین اندیس رو تبدیل میکنیم به 42، بعد میگیم پرینت کن این اری رو و بعد میگیم پرینت کن x رو، ببینیم چه اتفاقی میفته. این مثال رو در VS Code نمایش بدیم. در واقع این آرایه اصلیمون هست، x کپی از آرایه هست. البته این مثال 4 است. مثال 1 رو بررسی کنیم. این آرایه اصلیمون هست به این نام، x هم کپی هست که از این آرایه ایجاد کردیم با متد کپی و حالا میگیم اولین المان رو تبدیل میکنیم به یک عددی، بعد حالا میگیم پرینت کن اری رو و بعد میگیم پرینت کن x رو. حالا این رو یه ترمینال باز کنیم و این رو رام بگیریم. پایتون اکسرسایز 1 کت اکسرسایز 1. خب اینجا میبینیم که وقتی اری رو پرینت میگیریم میبینیم که اولین المانش چون اینجا تغییر رو ایجاد کرده بودیم اولین المانش تغییر میکنه و 42 میشه. اما وقتی که میگیم x رو پرینت کن میبینیم x همون اورجینال اری هست، چون تغییراتی که در این آرایه اعمال میشه بر x که کپی هست تأثیری نداره، همچنین تغییراتی که در x اعمال بشه بر اون اورجینال اری تأثیری نداره و این مثال این موضوع رو به خوبی نمایش میده. بریم مثال بعدی رو مشاهده کنیم. اینجا میگه که کپی نباید تحت تاثیر تغییراتی که بر روی اون اوریجینال اری قرار میگیره در واقع تحت تاثیر اون باشه. حالا ویو چی هست؟ ویو ما میایم یک ویو در این مثال میایم یک ویو ایجاد میکنیم، بعد یک سری تغییراتی در اون آرایه اصلیمون اعمال میکنیم و بعد میایم هر دو تا آرایه رو نمایش میدیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. مثال دوممون این موضوع رو نمایش میده. این آرایه اولیمون هست، میایم میگیم x مساوی با r.view
یعنی با متد ویو ایجاد میکنیم. بعد حالا میایم در اره تغییرات رو اعمال میکنیم در اولین اندیسش، اولین المانش. بعد از هر دو تا پرینت میگیریم. بریم اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. مثال دوم رو نمایش میدیم. این آرای اصلیمون هست، اینم ویویی هست که از این آرای ایجاد شده، تغییراتی که بر روی آرای اصلی ایجاد کردیم و از خود آرایه و از ویو آرایه که x هست پرینت میگیریم. نیو ترمینال رو باز میکنیم، پایتون. خب میبینیم که هر تغییری که در این آرایه اعمال کردیم بر روی ویوش هم اعمال میشه و این دقیقا همون چیزی هست که در اسلاید اول درباره ویو ما توضیح دادیم. هر تغییری بر روی آرایه روی ویو تاثیر میذاره و هر تغییری بر روی ویو روی آرایه اصلی تاثیر میذاره. بریم و مثال بعدی رو مشاهده کنیم. البته اینجا قبل از اینکه بریم اسلاید بعد میاد میگه که ویو باید تحت تاثیر تغییراتی که در اورجینال اری اعمال میشه باید تحت تاثیر قرار بگیره. should be affected. حالا مثال بعدی رو ببینیم. میگه make changes in the view. حالا میخوایم یه سری تغییرات در ویو اعمال کنیم. یه ویو از اورجینال اریمون ایجاد میکنیم، بعد میایم ویو رو تغییر میدیم و از هر دو تا آرایه پرینت میگیریم و دیسپلی میکنیم. این آرایه اصلیمون هست، اینم ویویی هست که از آرایه ایجاد میکنیم. این دفعه تغییرات رو در x که همون ویو هست اعمال میکنیم و اولین المان رو تغییر میدیم و میگیم از اره یعنی اورجینال اریمون پرینت بگیر، از x هم پرینت بگیر. ببینیم چه اتفاقی میفته. اجرا بگیریم این مثال رو. مثال 3 یه ترمینال جدید باز میکنیم. خب پایتون و مثال 3. اینجا ببینیم که تغییری که در ویو اعمال کردیم اولین اندیس یا اولین المان تغییر میکنه و همین تغییر بر روی آرایه هم اعمال میشه و اون همون چیزی است که توقع می‌ریم که در واقع تغییراتی که در ویو و اری اعمال میشه متقابلا بر روی همدیگه تاثیر بذارن. و اینجا یه نکته‌ای نوشته که اورجینال اری should be affected، یعنی آرای اصلی باید تحت تاثیر تغییراتی که برای ویو قرار میگیره تحت تاثیر قرار بگیره. بدونیم حالا میخوایم چک کنیم ببینیم که آیا یک آرایه دیتاهایی که داره رو خودش مالک اون دیتا هست یا به نوعی اشاره‌گر به یک اورجینال اری هست که اون مالک دیتا هست. برای اینکه این رو چک کنیم چیکار باید بکنیم؟ میگه همونطور که در بالا ذکر کردیم کپی ها خودشون مالک دیتای خودشون هستن، یعنی یک سری خانه‌های از حافظه مخصوص به خودشون دارن، اما ویو ها خودشون مالک دیتا نیستن. و حالا نکته اینه که ما چطوری میتونیم موضوع رو چک کنیم. هر نام های اری یک اتریبیوتی داره به نام بیس که این بیس میاد ریترن میکنه نان اگر آرایه خودش مالک دیتا باشه. در غیر این صورت این اتریبیوت بیس میاد ریفر میکنه یا ارجاع میکنه به اون اورجینال آبجکتی که اون آرایه بهش اشاره میکنه. حالا تو این مثال این موضوع رو نمایش میدیم. میاد میگه پرینت کنید ولیوی بیس اتریبیوت رو برای یک آرایه و چک کنید که آیا خودش مالک دیتا هست یا مالک دیتا نیست. یه آرایه داریم به این صورت، x کپی آرایه است، y هم ویو آرایه است. حالا میگیم پرینت کن x.base و پرینت کن y.base و چک کنیم ببینیم که ریترن اینها چی است. این مثال رو بریم در VS Code اجرا کنیم. البته قبل از اینکه این مثال رو اجرا کنیم اینجا یه نکته نوشته که کپی ریترنش نانه، یعنی چون مالک دیتا است ریترنش نانه، ویو ریترنش همون اورجینال اری هست. این مثال رو در VS Code اجرا کنیم. مثال 4 یه ترمینال جدید ایجاد کنیم و این اورجینال اریمون هست، این x کپی هست، این ویو هست. برای خود اری هم ما بیس رو به کار میبریم، یعنی اول بیس اری رو اعمال میکنیم، بعد بیس رو برای x و بعد برای y. این مثال رو اجرا کنیم. اینجا میبینیم که نان و این دیتایی که وجود داره. اولی چون خودش مالک دیتا هست ریترنش نانه، دومی مالک دیتا هست چون کپیه ریترنش نانه و سومی چون مالک نیست میاد خود اون آرایی که ازش ایجاد شده رو نمایش میده که همون اری هست و میبینید که دیتا رو ریترن میکنه. پس به این طریق میتونیم بفهمیم که y که ویو هست خودش مالک این دیتا نیست. این فصلمون هم در اینجا به پایان میرسه. در فصل 7
درباره شیپ آرایه ها صحبت خواهیم کرد.